آقا این برق دست کیه؟ این برقا کی میان تایم میذاره میگه یه روز در میان 2 روز در میان. اولا سر تایمی که دارین میذارین که قطع نمیشه. زدین ساعت 10 ساعت 8 نیم قطع میشه، زدین 10 ساعت 2 ساعت قطع میکنین. با خدا طرف صبح بلند میشه میره مغازه، کرکره بالا نمیره، کرکره میره بالا، 2 ساعت بعد برق میره. برق میاد طرف زوره دیگه ما بریم خونه میریم در خونه آوا میکنیم، برق خونه قطع میشه. با قرآن دیروز هم بچه‌ام خودشون با لباس خیس کرده بودن، در آب گذاشته بودن، بادی بیایه که فقط بچه‌ام عجلشون نزنه آرشون بد نشه. بابا ما اصلا دهن 8 نوتر خودمونه. زن بچه‌مون گناه دارن کاکای. ما به دنیا آمدیم اجازه زجر بکشیم به خاطر ندن همکاری ها شما. چه خبره بابا؟ ما کاسبی نداریم به فاطمه زهرا. خسته شدیم با قرآنه. اصلا شما برقم قطع نکنین ما اجتماع گرا نامونه. برقم قطع نکنین ما به روز بد داریم زندگی میکنیم، مثل سگ داریم میدویم که چی؟ 10 روز میدویم یه روز بتونیم زندگی کنیم. تایمی بذارین بابا جان جدتونه. متربق رفتم برای دستگاه بخرم میگه 60 میلیون 70 میلیون دستاش فقط یه دستگاه یا جواب بده. باز من یا گرما بخورم اسپیلت اینا نمیکشه. اونم یه نفر شا بتونه برای متربق بخره. او بدبختی نداره نمیتونه. او کارگری که وام استثر که کارگری میکنه نمیتونه. مردم بچه مریض دارن، فلج روجایی دارن. شما که نمیفهمین بابای. یه فکری بارشون کنین بابا، تو به امام حسین یه فکری بردارینه یا یه تایمی بدین، یه ساعتی قطع کنین بابا. گرمه آتش ما جنوبیم گرمه، همینطوری کلرا ما جواب نمیدن بابای. خون ما جوش اومد با قرآن بابا. طلبکار حالیش نیست تو برق داشتی یا نداشتیه. صاحب خونه حالیش نیست تو برق قد و نکاسبی کردی نکردیه. صاحب مغازه حالیش نیست تو برق داشتی نداشتیه. تعرف برق ما 800 900 من پول برق ما 800 من 900 من میدادیم، الان رسیده به 8 9 میلیونه. هیچی هم استفاده نمیکنیم. همونایی بودن همونا هنه. همون یخچالی بوده، همون کولر گازی بوده، همون دستگاهی بوده، همونان. بعدش هم پول برق میآید 3 سود باید بپردازی. وقت هم نمیده. سری گلا دیر برقه که قطعش میکنم. قبلا 800 900 بود، یه هفته مهلت میدادن. الان میام میخونه صبح روز بعدی باید بپردازی. من نمیدونم باید بپردازی. سری میره بالا دیر برق سیما بچینه قطع کنم. بابا همطوری ما زیر فشاریم با قرآنه، همطوری نون خوردن مردم ندارن. یه فکری برداریم بابا. خسته شدیم با امام حسین، بریدیم دیگه بابا.